شبکه که اذهان مردم تغییر بده، منحرف بسازه، از آخرت غافل بسازه، یا را به فحاشی و عیاشی، به مادیات پرستی و عیش پرستی دنیا تشویق میکنه، مردم امو شبکه ها را دوست داره. خود روز قیامت هم المرء مع من احبه، شخص همراه کسی حشر میشه که قطعی از او محبت داره. این مردمایی که قطعی طور مردم محبت داره، او را میگیره، او را رشد میده، او را تمجید میکنه، روز قیامت با می فاسقا، با می فجار خلق میشه. شان مومن یک لحظه خود امو طور تیر نمیکنه، یک لحظه عمرش پیشش خیلی اهمیت و قیمت داره. والذین هم عن اللغو معرضون. الله کی صفات کامل مومنا را